یو بکس و سلاطین، من امیر اندگیم هستم از چنل داش امیر. اومدیم با سری ویدیوی جدید، اسمشو نمیدونم چی بذارم واقعا. اومدیم در مورد یوتیوب صحبت کنیم که چرا فیلتر شد. همین اول داستان ممنون میشم که چنلمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشنش رو هم روشن کنید تا اگه ویدیو جدید گذاشتم حتما باخبر بشید و این ویدیو هم لایک کنید. لایکاش رو به بالای 25 رو برسونید تا بریم برای پارت های بعدی. اول برای اینکه بفهمیم چرا اصلا یوتیوب تو ایران فیلتر شد، ما باید ببینیم که اصلا خود پلتفرم یوتیوب چیه. یوتیوب یک پلتفرم سرویس اشتراک گذاری ویدیوه و یوتیوب بعد از گوگل پربازدیدترین پلتفرم جهانه و فیسبوک هم میشه سومیش. حالا ما با اینا کار نداریم، خدمات میزبانی ویدیو رو داره یوتیوب، اینو که همتون میدونید. محدوده فعالیت جهانی به جز کشورهایی که مسدود شدن، ما با این قسمتش کار داریم. یوتیوب معروفترین وبگاه بارگذاری و تماشای ویدیوه که توسط 3 کارمند پیشین پیپل نوشته، پیپل همون پیپال خودمونه، پیپال، در فوریه 2005 ایجاد شد. بریم سانسورها و ممنوعیت‌هاش. یوتیوب در چندین کشور به دلایل مختلف مسدود یا سانسور یا فیلتر شده که بخش سومیش به ایران میرسه. سطح دسترسی در یوتیوب در چندین کشور مسدود شده است. 2 نقطه. ایران در 3 دسامبر سال 2006 ایران به طور موقت سطح دسترسی به یوتیوب رو مسدود میکنه و چندین وبگاه دیگه به گام میرود. این مسدود کردن به دلیل زهرا امیر ابراهیمی باشد. آره دیگه، حالا فیلم های مستهجن باشد. پس از آن این وبگاه در ایران مدتی فیلتر شد، اما سرانجام به دلیل پخش ویدیوی مربوط به اعتراضات مردم ایران به انتخابات سال 1388 ریاست جمهوری 88 فیلتر شد و همکنون نیز فیلتر است. در فروردین 1400 اینجاش نکته داره. در فروردین 1400 از سوی یکی از مدیران شرکت شاتلا ادعایی بر مبنای رفع فیلتر یوتیوب برای خبرنگاران، پزشکان، دانشجویان و حوزه‌های علمی مطرح شد. تویی که تو حوزه علمی درس بخوای، یوتیوب میخواد چیکار؟ سطح دسترسی رو بده به ما اصلا ببینیم که تو تایلند هم فیلتر شده. چه جالب. خب ایرانی‌ها که میخواد بره تایلند باید پول وی پی ان هم اونجا پیدا. فکر نکنید اونجا خبریه. تو چین و مراکش و تایلند و ترکیه هم و پاکستان و لیبی و برزیل و امارات متحده عربی هم تو فیلتر شده. ما بریم ببینیم مثلا زهرا امیر ابراهیمی کی بوده که روز زر امیر ابراهیمی بوده. حالا اسم چیزش با نام تولد زهرا امیر ابراهیمی متولد 18 تیر 1360 از بازیگران ایرانیه. BBC تو سال 2022 اونو یکی از 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار توی جهان معرفی که من ریدم به این BBC. یعنی ببین اینا مثلا میان بر ما محتوا بسازن که بگن آقا ایران چرته، ایران فالشه، بعد خودشون میان یه کاری میکنن که ایران بره. به خدا اگه اینا نباشه، البته من حالا نظرم چیز نیست، زیر کامنت ها فوش بنویسید که آقا BBC چیه، من اصلا وارد این موضوع نمیشم، ولی ریدم به این BBC خدایی. خب او در ایران و در ابتدای دهه 80 خورشیدی با بازی در چندین مجموعه تلویزیونی از جمله نرگس به شهرت رسید. امیر ابراهیمی در میانه دهه 80 به فرانسه مهاجرت کرد و برای بازی در فیلم عنکبوت مقدس برنده جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره فیلم کن 2022 شد. ریدم به این خدایی. حواشیشو ما بریم بخونیم اول تا بعد بریم سراغ فیلتر، ببینیم اصلا چرا به خاطر این یه چوسه آدم یوتیوب فیلتر شده. انتشار فیلم خصوصی. خب شما این بغل رو ببینید، نمیشه انتشار فیلم خصوصی. تصویر از مقاله مربوط به ماجرای فیلم هماغوشی منتسب به زر چیه در مجله پلیبوی می 2007 در تصویر نوشته شده است: انتشار عمدی یک فیلم اوورتینگ زندگی خصوصی یک بازیگر زن ایرانی را افشا می‌کند و نقاب از چهره جامعه درگیر تضاد برمی‌دارد. در ابراهیمی در سال 1385 درگیر انتشار فیلم اوورتینگ از
معاشقش با شهریار شهامت شد. میگم حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشنش رو هم روشن کنید و این ویدیو به خدا لایک کنید. من واقعا دارم زحمت میکشم اینجا، شما نمیدونید چه بلایی سر من اومده. پخش وسیع این فیلم روی CD و شبکه‌های اجتماعی. زر امیر ابراهیمی در سال 85 با اشاره به نامزدی پیشین خود با مردی که در فیلم حضور داشتش به خبرنگار روزنامه گاردین گفته بود نامزدم را بعد از آن که در رابطه ما خیانت کرد ترک کردم، زیرا آدمی هرزه بود. زر ابراهیمی گفته بود منکر اشتباهایی که پیشینه فیلم غیر اخلاقی مذکور با من دارد نیستم، زیرا با استفاده از امکانات گیری میتوان فردی را شبیه به دیگر ساخت. یعنی چی؟ یعنی زر امیر ابراهیمی اومده گفته که نه، کسی که تو اون فیلم بازی کرد من نبودم و انتصاب آنها را به خودش انکار کرد و آن را یک تهمت ناروا و برچسب غیر انسانی نامید. افشاگری بعد از 13 سال. زر امیر ابراهیمی در آذر 1398 بعد از 13 سال در حضور برنامه تلویزیونی چند شب با سینا که عکسش رو این بغل قراره براتون بذارم از شبکه MBC پرشیا پخش میشد، در رابطه با انتشار فیلم خصوصی خود میگفت ابتدا به دوست پسرش که در این فیلم بوده است شک کرده بود، اما بعد 1 سال از انتشار فیلم مشخص شده که فیلم را مجید بهرامی من ریدم توی مجید بهرامی. وقتی بود که من یک سریالی بازی کرده بودم به اسم نرگس. درست وقتی که این سریال تموم شد پخشش، یک فیلمی از من پخش شد که حالا اصطلاحاً میگیم و این داستان بر من دردسر درست کرد. ابعاد پخشش انقدر زیاد بود که یادم میاد اون موقع میگفتن 4 میلیارد تومان فروش مالیش، گردش مالیش بوده. ببین اون موقع من به خب دوست پسر سابقم که با هم دیگه در این فیلم دیده میشدیم شک کردم به خاطر دلایلی که یه دفعه غیب شد و نتونستیم با هم درست ارتباط برقرار بکنیم. پیدا کردیم که کی این کار کرده و اون آدم یک بازیگر تئاتر بود که آقای به اسم که بسیار هم بازیگر درجه یکی بود و از دوستان ما بود و مشخص شد که یعنی خودشون هم قبول داشتن که این کار کردن. مدعی شد بهرامی بین اتهام 6 ماه و به اتهام کارهای مشابه به 6 سال حبس محکوم شده است. حبس به چه درد ما میخوره؟ بر اساس حکم دادگاه عمومی جزایی در تاریخ اسفند 1386 بهرامی اقرار کرده بود که زمانی که روز امیر ابراهیمی مدعی در منزل خواهر مرد حاضر در فیلم زندگی میکرده، در یک مهمانی در آن خانه بهرامی فایل ویدیو را از روی کامپیوتر شخصی زر ابراهیمی پیدا میکنه و آن را روی یک CD ذخیره میکنه و مخفیانه با خود میبره. که زر ابراهیمی خودش این فیلم رو گرفته بوده، من طوری که تا اینجا فهمیدم، اگه که اشتباه فهمیدم تو کامنت بنویسید. این رفته بود از تو کامپیوتر زر ابراهیمی مجید بهرامی رفته بود از رو کامپیوتر زر ابراهیمی یه CD خام انداخته بوده، فیلمو برداشته بوده. بعد در همین رابطه یاس که میشناسیدش و عکسش هم این بغل میاد گفته بوده که تو سال 1385 ترانه سید رو بشکون را با خوانندگی مشترک آمین منتشر کرد. این دو خواننده ترانه را به دنبال توزیع فیلم مربوط به امیر ابراهیمی خواندند و یاس و آمین در این ترانه افرادی که در پخش این فیلم دخیل بودن را مورد انتقاد قرار دادند و ضمن انتقاد از سقوط اخلاقی جامعه ایران از شنوندگان خود خواستند که CD مربوط به این فیلم را از بین ببرند. این ترانه مخاطبان بسیار زیادی پیدا کرد و در همان روزهای نخست در اینترنت قرار گرفت. نزدیک به 1 میلیون بار دانلود شد و باعث شهرت بیش از پیش یاس شد. یکی زر امیر ابراهیمی بود که اون فیلم رو تو کامپیوترش نگه می‌داشت تا اینجایی که من فهمیدم. یعنی بهرامی بود، مجید بهرامی بود که اون فیلم رو رفت پخش کرد تو CD. این دو تا فکت‌های منفیش بودن که اینور می‌نویسم، فکت‌های مثبتش هم اینور می‌نویسم. یاس اومد یه آهنگ با آمین خوند که آقا CD رو بشکن. دمش کرد واقعا. بعد از اینور احمدی نژاد دوباره تو انتخابات رأی آورد. بچه‌ها اگر که دوست دارید توی پارت بعدی بیایم و در مورد فتنه 88 براتون ویدیو ضبط کنیم که چرا اتفاق افتاد، حتما لایک ها رو به بالای 25 رو برسون. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. اگر که مطلبی رو جا انداختم واقعا توی این ویدیو در مورد فیلترینگ یوتیوب، واقعا منو ببخشید و
اگر که حالا مطلبی جا انداختم توی کامنت ها برام بنویسید که اگر که حالا مطلب ها واقعا زیاد جا انداخته باشم پارت بعدی حتما میایم و این مطالب رو براتون دوباره من شرح میدم و منتظر پارت بعدی هم باش. در ضمن این دوتا ویدیو هم که روی صفحه میاد و حتما ببینید. Goodbye.